سومن خوجاєва روی این قالب در این متن عکس مهر شاهانه ختلون دوره هولبوک عصرهای 9 و 11 را قلم میزند. مهر شاهانه ختلون با تصویر چنین منظره رمز شاهانه ختلون در عصر میانه همچون واحدی مستقل با سرحد و نشانه های به خودخوض شناخته شده آن وقتها موقع معینی را صاحبیت داشت. سومن رسوم نیست، او متخصص آزارخانه تاریخی هولبوک می باشد. وقتهای فارغ از کار به این شغل دست میزند. عکس کشیده است رمزی شاهانی هولبوک. رمزی شاهانی هولبوک شیر دشیر کارت هولبوک تاج. مهر شاهانی ختلان بوده 1200 سال پیش. ما دسترس کردیم همین رمزا را هنگام حفریات آموزش کردن یافت کردن به ما همین را گلدوزی میکنیم با مهمانا هدیه میکنیم. متای قلم زده سومن بعد سوزنی گلدوزی شدن از جانب این زنان و بانوان کارمندان همین مؤسسه سیمایش باز هم جالبتر میگردد. این زنان تا امروز هزارها عدد چنین ارمغان دوخته پیشکش هزارها سیاحان و مهمانان به هولبوک این مکان تاریخی خلق تاجیک آمده گردانیده شهرت آوازه آن را به جهان پهن کردند. همین ارمغان هایی که کارمندان مؤسسه دولتی مامورگوی تاریخی فرهنگی هولبوک امروز هنر خود را صیقل میدن در تمام گوشه و کنارهای دنیا پهن گشته است. از آن جمله در کانادا، در استرالیا، آفریقا، آمریکای جنوب، آمریکای شمال، اروپا و آسیا عموما در یگان گوشه زمین نمونده است که هنگام تشریف از هولبوک همین دستاویز رو نبرده باشند و این یک رمزی تبلیغ هولبوک با میراث خلق هنرمند تاجیک و تمام اهل بشر است. مهر هولبوک این یگانه یادگاری تاریخی در قصر شاهان ختلان نیست. اینجا صدها نگاره های دیگر محفوظند که در آینده کارمندان آزارخانه مقصد دارند که آنها را روی متا آورده همچون ارمغان پیشنهاد سیاحان و مهمانان نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.